در نهمین روز از اسفند ماه سال 1360 مردی در حیاط زندان قصر با 9 گلوله کشته شد. گفت باز هم میخوایی حرف بزنی؟ گفتم بله. گفت که یکی بود 30 ضربه شلاق میبایست تعزیر بشه، از خودش دفاع کرد شد 70 ضربه، دفاع کرد شد 100 ضربه، خودشو به معممین نسبت داد. الله اکبر. او سرهنگ حسین وحدت حق فرزند سید محمد به جرم بهایی بودن تیرباران و بدون حضور همسر و فرزندانش در بهشت زهرا دفن شد. همسر او پریدخت وحدت حق با وجود غم از دست دادن شوهر با بلایا و مصائب بسیاری مواجه شد، اما در برابر آنها هرگز سکوت نکرد. این زن تمامی وقایع زندگی خود را برای دوستی در خارج از کشور می نوشت که امروز در قالب کتابی با عنوان ماجرای عدالتخواهی من در کشور آلمان منتشر شده است. پریدخت وحدت حق دومین فرزند خانواده، پدرش بهایی و مادرش زرتشتی بود. او نیز همچون پدر دیانت بهایی را انتخاب کرد. دانشسرا را در شیراز به پایان برد. شغل معلمی برگزید و در اردیبهشت 1329 بود که با مهندس حسین وحدت حق پیوند زناشویی بست. حسین فرزند خانواده‌ای معمم و مشهور در فارس بود که پدرش عبا و عمامه را برداشت و بهایی شد. او نیز دیانت بهایی را انتخاب کرد و سپس به ارتش پیوست. بعدها برای ادامه تحصیل به کشور آلمان رفت و مهندسی برق گرفت. پس از انقلاب با شروع اخراج کارمندان بهایی از ادارات، کلاس‌هایی برای آموزش حرف فنی همچون آموزش تعمیرات رادیو و تلویزیون، لوله‌کشی آب و برق و گاز تشکیل شد که وحدت حق یکی از مؤسسان و مدرسان آن بود. جرم شوهرم این بود، به این دلیل در محل خدمتش گرفتنش 2.5 ماه، یک در منکرات 2.5 ماه در زندان قصر زندانی کردن و بعد هم با 9 گلوله اون رو کشتن. وقتی که همسرم حسین رو از اداره دستگیر میکنن میبرن در زیرزمین زندان منکرات که اونجا خیلی نمناک بوده و این شخص همسر من 2 مرتبه سکته کرده بوده و در اون موقع در تب شدید پیدا میکنه به علتی که روی زمین و نم خوابیده بوده و اونجا به حلی بود که فواره داشتن، حوضچه داشت و فواره داشت و اینها و 3 روزم به این غذا نداده بودن. به من گفت خوشبختانه 2 نفر زردشتی اونجا بودن، از غذای خودشون یه مقدار این 3 روز به من دادن و به علتی که تب شدید داشت و ریش آب آورده بود بهش عنوان کردن که دادستان وقتی میاد به دادستان منکرات بگه یه فضای بهتری بدن. دادستان منکرات
وقتی میاد اونجا که زندانی ها رو ببینه، شوهر من به اون میگه من وضعم اینطوری، ممکنه جای بهتری به من بدی؟ عنوان میکنه تو همون سید بابی هستی؟ اون هم میگه بله من بهایی هستم. میگه برای 3 روز زندگی، چند روز زندگانی، برای چند روز زندگانی چرا تقلا میکنی؟ تو اعدامی هستی. گناه شوهر من چیه؟ عنوان کنید. در اومد گفت عکس شاه و فرح داشته. رو کرد به شوهرم گفت که آقای مهندس، آیا شما یک کاغذ توی منزلتون نبود که روش مهر محرمانه زده بود؟ گفت چرا؟ مگه نگفتم از ارتش بپرسید؟ زبان آلمانی میدونستم، ارتش داده بود ترجمه کنم. اینها شد گناه. من دست بلند کردم گفتم آقای، چون اسم شاه و فرح، عکس شاه و فرح را آورده بود، دست بلند کردم گفتم حاجی آقا، آیا خداوند اینجا شاهد و ناظر هست؟ آیا شما در این مملکت کاغذ پیدا نمیشه که شیر و خورشید در روی اون باشه؟ آیا کاغذ نیست که در روی اون عکس شاه باشه؟ گفت چرا؟ هنوز نوت ها عکس این ملعون روشه. تو برگشتم گفتم حکم شوهر من چیه؟ گفت اعدام. منم گفتم اعدام؟ منم همون جرمو دارم، منم بهایی هستم، پس سر منم بذارید تو سینه اون، من هیچ کس دیگه ندارم. این رو که گفتم گفت نوبت تو هم میرسه. یعنی در حقیقت دفاع نمیتونستم بکنم. ما نمیتونستیم، اجازه نداشت بهایی دفاع کنه. بهایی حق وکیل گرفتن نداشت، اجازه نداشت وکیل داشته باشه. چرا؟ این چرا برای من باعث شد که کتاب بنویسم. بعد از اون که همسرم رو دستگیر میکنن و میبرن به زندان، اینها میرن منزل. مادر پیر من در رو بسته بود، من نمیدونم، قلف کرده بود. حتی چطور در رو باز کردن و وارد میشن 4 نفر با اسلحه، تمام زندگی رو زیر رو میکنن و اتاق خواب رو میبندن، به طوری که من به مدت 22 روز اصلا لباسی نداشتم. آمدم یک چمدون کوچیک بردم که اینا رو بذارم توش، به من دعوا کرد، گفت اینا مال ماست. مادر من یک چمدون کوچیک با 2-3 دست لباس و فقط داروهاش تونش برداشت ببره که برادرم برد منزل خودش. چرا من باید 27 شب در آسانسور خانم بخوابم؟ وقتی که بازجو میفهمه که من معلم بودم، من از خونه بیرون کنه، خونه‌ای که به نام شخص خود من و مالک من بودم. نصف بدن در آسانسور، نصف بدن من روی سنگ ها در دیما که برف روی زمین بود. من البته دوستانی داشتم، آمدند و به من یه اجاق برقی داد، خانواده گذاشت دم منزل و زنگ زد. البته یکی از همسایه‌هاش برای من سیم خرید، تلفن منزلم که طبقه 3 مشترک بود برقرار کرد. یکی از همسایه‌ها آمد یک لحاف پشم 2 نفری به من داد که من این رو کردم، نصف دوشکم بود، نصف لحاف. یکی آمد بالای آسانسور چسبوند با نوار که چی که باد نیاد بیشتر از اون، به علت این که فکر میکردن که من که فرهنگیم خونه دیگم داشتم. و خود حاکم شهر یک مرتبه بهش گفتم چرا در منزل رو باز نمی کنی؟ من 27 شب تو آسانسور خوابیدم. در آمد یک مرتبه گفت که برو شیراز. منم در آمدم گفتم آقا من اینجا ایستادم، 1 نفر رو بفرستید بیاد، من به وکالت از شوهرم، وکالت از 3 تا فرزندانم، در محضر آنچه که در سطح ایران داریم بجز این منزل رو تقدیم اداره مبارزه با منکرات کنم. گفت باشه، ولی نیامد، نفرستاد. حاکم شهر قول داده بود که شوهرم را به دلیل کبر سن از اعدام نجات دهد. شوهرم 56 سالش بود و من باورم شد که به این دلیل
حتما اعدامی در کار نخواهد بود. اما همان شب شوهرم را تیرباران کردند. در زمان اعدام معممی هم آنجا بوده. او به شوهرم میگوید مرگ و آزادی دست خودت هست. شوهرم میگه که شرطش چیه؟ میگه یک کلمه بگو بهایی نیستم یا مسلمانم و در ضمن بنویس. اون هم میگه کاش 100,000 جان داشتم یک جا تقدیم میکردم. بعد بهش 10 دقیقه فرصت میده. اونجا راه میره و یکی از مناجات ها رو با صدای بلند، صداش هم خیلی خوب بود، میخونه. روز بعثت باب بود. ما تصمیم داشتیم، نهار دعوت داشتیم بریم محلی. مادرم گفتیم اول یه چای قهوه بخوریم، که به چای قهوه نرسید. بازجو و فرد دیگری آمدن منزل و انقدر اذیت کردن به نحوی که این موقع بود که اسلحه روی من کشیدن، با عصای مادر من بدن منو سیاه کردند ولی من از منزل بیرون نرفتم. گفتم اسفند ماه صبر کنید فروردین اردیبهشت بشه که من بتونم دوباره تو آسانسور بخوابم. به این دلیل بود که من رو اسلحه روی من کشیدن و بعد وسایل قالی و هرچه خواستن غیر از چوب و تخته بردند. اصلا کلید آپارتمان و طبقه منزل، یعنی کلید تمام منزل و آپارتمان رو اینا از کیف من برداشتن و داشتم. هر موقع که میخواستم میتونستم بیان و برن. با اسلحه با تهدید آمدن مستاجر طبقه دختر من که زیر پای من بود رو خالی که مجبور کردن بره و وقتی رفت پاسدار آمد نشست. 5 سال 2 ماه کم توی زیر پای من زندگی کرد. میتونید تصور کنید یعنی چه؟ وقت چه شب‌های نصف شب‌هایی که زنگ منزلم رو میزدن تا مجبور شدم پریز برق بگذارم. شب منزل خودم رو، زنگ منزل رو خاموش میکردم یا پشت بام میرفتن میامدن پایین سر صدا میکردن. ایجاد وحشت که من منزل رو ترک کنم. آخر من منزل شخص خودم بود. گفتم اینها اموال من است. چرا از من اجاره میگیرید و از مستاجرهایم اجاره نمیگیرید؟ این خانه اموال من و فرزندانم است. گفتند این اموال بیت المال است، اموال شما نیست. حقوق بازنشستگی من توسط شعبه 7 اوین قطع شد و من دیگر درآمدی نداشتم. از همین رو شروع کردم به خیاطی کردن و کیک پختن. اما مشتری زیادی نداشتم، چون مشتریها یک بار که می آمدن با دیدن راهروی پر از پوسترهای مذهبی و انقلابی می ترسیدند و دیگر این طرفها پیدایشان نمی شد. دقیقاً 87 روز در زندان دادستانی خیابان معلم اونجا بودم. اتاقی بود که شاید 2 متر در 1.5 متر بود. من بودم یک خانم فرخ خانم ابریشمی که معلوم شد سرطان داشت، وقتی آزاد شد فوت کرد. اونجا مرتب دارو میخورد. یک مرتبه ما 3 نفر شدیم، یه مرتبه 5 نفر، بعضی وقتا 5 نفر که 3 نفر اینطور میخوابیدن، یه نفر پایین پای، یه نفر هم یه گوشه بیستاد. ما وقتی میخواستیم 3 نفر بودیم، حتی میخواستیم از این دست به اون دست بشیم، میباز بلند شیم اون دنده بخوابیم. و 12 روز از این منو فرستادن زندان قصر برای انگشت‌نگاری و عکس گرفتن و از این حرفا و بعد از 87 روز آزاد کردن. 2 مرتبه شماره زندان به سینم خورد. یک مرتبه به علت این بود که دادستان عصبی شده بود که من شکایت کردم به اسم تزویر و ریا که اموال همسرم را به نام خودم و به نام فرزندانم کردم. 6 ماه پس از آزادی از زندان به هر بهانه‌ای احضارم می‌کردند. دادستانی کل انقلاب
این بار مرا خواسته بود. من با ترس و لرز به آنجا مراجعه کردم. فکر کردم حتما دوباره به زندان میافتم. اما چند سوال از من کردند و اجازه دادند که بروم. در راه بازگشت خواستم هوایی به سرم بخورد. سری به بازار زدم. همین که می‌خواستم برم بازار بسیار گلابی دیدم. گلابی خریدم. برداشتم. تو بازار مدتی گشتم و بعد برگشتم منزل. گذاشتم اونجا. برادر گفت بیا غذا بخور و برو بگید استراحت کن. از این حرف. ما غذای خوردم و بعد گفت که حالا گلابی من میخوام ظرفا رو بشورم و برم. کار دارم. بعد اینطور که گلابی کجاست من بشورم برای مادر. گفتم که رو کاناپه است تو آشپزخونه. نگاه کرد گفت که این که به هست. من از روی وحشت به جای گلابی به خریده بودم. بعد گفت ناراحت نباش حالا من فردا گلابی میخرم بیام. اینم جریان سال 1372 یعنی دقیقاً حدود 10 سال بعد از اعدام شوهرم مصادره اموال همسرم و فرزندانم شد. با اینکه از فرزندانم وکالت نامه داشتم و هویت آنها از سوی سفارت ایران تایید شده بود، با این حال حکم دادند که تمام اموال ما مصادره شود. تصمیم گرفتم که به آقای رهبر خامنه‌ای مجددا نامه بنویسم. نامه نوشتم، با پست سفارشی فرستادم، خبر نشد. خودم بردم، راهم ندادم ولی نامه رو گرفتم. خبری نشد. شروع کردم به تلفن کردن. شاید هفته یک مرتبه، 5 روز یک مرتبه، 10 روز یک مرتبه تلفن کردم. به همه هر دفعه که تلفن می‌کردم جریان رو میگفتم. شاید میگفتن خانم دروغ میگی، چرا تهمت میزنی؟ فوش میدادن که تو تهمت میزنی. ما بهایی رو نکشتیم. یعنی 250 نفری که شایع بود کارمند دفتر معظم رهبر خامنه‌ای هستند اطلاع نداشتم و میگفتن من تهمت میزنم، من دروغ میگم. بعد از مدتی از وزارت اطلاعات با من تماس گرفتن. گفتن برای خروج از ایران اقدام کن. گفتم 5 سال است دارم اداره گذرنامه میروم و میایم، اما به من گذرنامه نمیدهند. گفتن برو ما سفارشت را میکنیم. خلاصه من چند مرتبه رفتم به یه فردی بود آقای نظری، بعداً فهمیدم به اون گفتم، گفت ما هم کسی به ما نگفت. خلاصه اینا 2-3 مرتبه تلفن کردن. یه مرتبه گفتم بابا اینا اسم میخوام. یه مرتبه آقای نظری گفت که باید اسم بر ما بیاریم، ما نمیشناسیم. منم گفتم خیلی خوب. در خداحافظی کردم، بعدم بیرون. بعد در رو باز کردم، گفتم آقا اسم شما چیه؟ گفت من نمیگم. گفتم شما آقا پشت میز نشستید، مراجعین دارید، اسمتون رو نمیگید. اونی که میگه به من بیا برو اقدام بکن پاسپورت بگیر اسمشو میگه، اونم اسمش نمیگه. خندش گرفت. تلفن دفعه کرد. گفتم بابا تو رو خدا به دیگه تلفن نکنید و نگید من برم. این و منم دیگه نمیدم اداره گذرنامه، برای اینکه به من نمیدن، اسم میخوام. گفت بگو رعیت. اسمو داد. وقتی رفتم ولی نشناختم. اما خلاصه به مرور زمان اینا فهمیدن که این کیه، یا خود اینها باز اسم حقیقیشون رو گفتن، نمیدونم. در هر صورت چندین ماه طول کشید به من پاسپورت داده شد که من به آقای نظری گفتم که خب اینجا پاسپورت به من دادی اما من که ممنوع خروجم. گفت همونا که تو رو باعث شدن پاسپورت بگیری مواظبت هستم. ده روز بیشتر، 12 روز بیشتر نشد وسایلم بستم و پرواز کردم. و اینو باید بگم فرودگاه 2 مرتبه پاسپورت منو گرفتن ندادن و تلفنم در تلفن، ولی خب بعد دادن. و تصور قوی من چند دقیقه 6-7 دقیقه هواپیما نشست پرواز نکرد تا من سوار شدم.
و من آخرین نفری بودم که سوار هواپیما شدم. این خوب یادم. وقتی هواپیما از رسید به ترکیه گفت ما از وارد خاک ترکیه شدیم، بی اراده برام گریه کرد. زمانی که حسین در زندان منکرات بود، یک نقاشی به دستم رسید. در آن تصویر 3 زندانی و فضای زندان کشیده شده بود. نقاشی را زیر یکی از موکت‌های خانه مخفی کردم تا به دست مأمورها نیفتد. این نقاشی آخرین تصویری است که از حسین برایم به یادگار مانده.